درود، روزتون بخیر. با فال ماهیانه تیر ماه برای 4 عنصر در خدمتتونم. اول عنصر آتیش، فروردین، مرداد، آذر. چه اتفاقی در انتظار عنصر آتیشی‌های عزیزمونه توی ماه تیر؟ ملکه چوب دست. عنصر آتیشی عزیزمون توی این ماه تیر ماه انرژیشون دوچندان میشه، به سلامت جسمشون بیشتر اهمیت میدن. این ماه خیلی پر انرژی و شادی آوره براتون. به نظر من خوبه که ورزشی رو شروع کنین، یا اگر کاری توی نظرتون هست و قصد انجامش رو دارین توی این ماه خیلی خوبه شروعش کنین، به نتیجه میرسه و مثل ستاره میدرخشه براتون. این ماه قراره شما خیلی شاد و پر انرژی باشین و اطرافیان از این انرژی مثبت شما استفاده کنن و باعث شادی اطرافیانتون هم بشین. و این کارت به معنی خشونت، انزوا و خیانت. توی این ماه حواستون رو جمع کنین با چه افرادی در ارتباط هستین. ممکنه یه فردی پنهانکاری رو ازتون داشته باشه که براتون رو میشه، یا اینکه خودتون پنهانکاریات دارین که باید حواستون رو جمع کنین که براتون رو نشه، برای اون فرد مقابلتون رو نشه پنهانکاریتون. و ممکنه که توی این ماه اونقدر انرژی شما بالا باشه که یه مدتی احساس خستگی بکنین و دوست داشته باشین توی انزوای خودتون باشین. به نظر من اون انرژیتون رو توی یه فرکانس آروم‌تر حفظ کنین. یه توضیح کوتاهی من بدم. کارتای تاروت طراحیشون با هم یه متفاوته. اکثر تاروت ها شبیه همه که توی تاروت های اصلی این کارت 7 شمشیره، ولی اینجا 4 شمشیره که روی شکل و نقشش تاروت ها تفسیر میشن. برای همین تاروت 4 شمشیر رو ما مثل 7 شمشیر تفسیرش میکنیم. پس این کارت به معنی یه خیانت، پرخاشگری و دعوا هستش. میتونه تفسیرش اینجوری باشه که اونقدر شما پر انرژی هستین که یه جایی یکم خسته میشین، انرژیتون افت میکنه و ترجیح میدین که توی انزوای خودتون باشین. خب بهتره که از این انرژی متعادل‌تر استفاده کنین که به این حد نرسه، نخواهید توی انزوای خودتون باشین و از بقیه دوری کنین. و نشون دهنده رو شدن یه پنهانکاری هست. حالا اگه پنهانکاری خودتون دارین مراقب باشین که رو نشه. اگه شخص دیگه از شما پنهانکاری داشته باشه که به احتمال خیلی خیلی زیاد توی این ماه براتون رو میشه، یا یه خیانت براتون برملا میشه. کارت آس جام به معنی صمیمیت، همدلی، شادی، عشق جدید. چون که داریم الان کارتا رو از نظر کاری مالی تفسیرش میکنیم، میشه که شروع یه کار جدید باشه که اینجا برای ملکه جام گفتم اگه که میخواین کاری رو استارت بزنی خیلی خوبه که توی همین ماه استارت بزنی، به نتایج خیلی عالی میرسیم که مثل ستاره میدرخشه کارتون خودتون و باعث سود رسوندن به اطرافیانتون هم میشه. این کار از نظر احساسی، نه اینکه احساستون درگیر فرد دیگه ای باشه، احساستون نسبت به خود اون کار خیلی خوبه. اگه که واقعا کاری باشه که دوستش داشته باشین، خب این کار خیلی خوب پیش میره و عشقتون نسبت به اون کار بیشتر میشه. اگه کاری باشه که خب باب میلتون نباشه، تایپ شما نباشه، به مرور زمان به جایی میرسه که عاشق اون کار میشین و متوجه میشین برای اون کار ساخته شدین و اون کار غیر از این که حس خیلی خوبی بهتون میده و باعث شادیتون و پر انرژی بودنتون میشه، برای شما پولسازم هست و
معجزه، دست خدا باهاتون یاره، یه معجزه‌ای توی کارتونه. و اگه که بخوایم 3 کارتا برای عنصر آتشیای عزیزمون تفسیر احساسی بکنیم، اگه سینگلین، منتظر یه شخص جدیدی وارد زندگیتون میشه که خصوصیات ملکه چوب دست داره، خیلی پر انرژی، شاده، باعث شادی شما میشه و در این حال مهربونیش خیلی پر جنب و جوشه، چون چوب دست نشون دهنده یعنی نماده خود عنصر آتشه. خلاصه با اون فرد کلی میتونین عشق حال کنین، یعنی عشق واقعی شما باشه، یه جورایی همون جفت روحی که میگن. ولی ممکنه یه شخصی این وسط باشه، حالا یا رقیبیه که شما ازش خبر ندارین، یا یه شخصی از آشنا دوستانتون که من احتمال میدم بیشتر بهش میگن یه شخصی باشه که هر دوی شما رو میشناسه، بین شماها سعی داره که دوری بندازه، دعوا درست کنه، در صورتی که نباید به حرفای این شخص گوش بدین و خنثیش کنین. البته چیزی که من دارم میبینم، شما به اون عشقتون در نهایت میرسین، یعنی میتونین این خیانت این وسط رو، نه اینکه عشقتون بهتون خیانت کرده باشه، نه، یه شخصی میخواد این وسط موش بدونه، شما میتونین این شخص رو خنثیش کنین و در نهایت به اون چیزی که میخواین برسین. برای افرادی که کراش دارن، برای 90%شون کراششون بهشون پیشنهاد میده و باعث ارتباط خوشحال کننده، اگه ارتباط سازنده ای میشه، یعنی توی این ارتباط میتونید به هم کمک کنید، باعث پیشرفت و درخشیدن هم بشید. و افرادی که نیت بازگشت دارن، بازگشت تا یک وعده دیگه که نه خیلی دوره نه خیلی نزدیکه، تقریبا به نزدیکتره، این برگشت اتفاق میفته، ولی ممکنه برگشتش خیلی با روی خوش نباشه. یعنی دو حالت اینجا داره، یا اینکه خیلی با انرژی مثبت و روی خوش میاد ولی بازم معذرت خواهی نمیکنه، یه جوری جریان رو میپیچونه ولی میاد با خوبی میاد جلو، یا اینکه با پرخاشگری و یکم با بد اخلاقی و مقصر نشون دادن شما میاد جلو، یعنی یه جوری میاد جلو که بگه من قصد دعوا دارم باهات، ولی قصدش برگشت و عشق و آرامش کنار شماه. برای افرادی که یکم با پرخاشگری میاد ممکنه بیشتر طول بکشه، یعنی طی زمانی طولانی تری برگرده. این هم تفسیر کارتا برای عنصر آتشیای عزیز توی تیر ماهه. خب عنصر بعدی عنصر خاکه، اردیبهشت، شهریور و دی‌ماه. عنصر خاکه عزیزمون میخوایم ببینیم که توی تیر ماه براشون چه اتفاقایی پیش میاد و چجوری میگذره. عنصر خاک عزیز، اتفاقات تیر ماهشون. رستاخیز برای عنصر خاک عزیزمون. توی تفسیر کاری مالی، کارت رستاخیز شروع کار جدیده، یا کاری که یه تستی راجبش دادین یا کنارش گذاشتین بهتون گفتن نیاین، ولی شما هنوز ذهنتون درگیر اون کاره و دوست دارین توی اون کار باشید. پیشنهاد دوباره اون کار براتون هست، یه پیشنهاد که سریعه، درست تصمیم بگیرید راجبش، حتما با فکر باشه و تصمیمای عجولانه نگیرید که براتون تنش نداشته باشه. اگه کار جدیدی رو میخواین شروع کنین یا اصلا توی فکر کاری نیستید ولی کار جدیدی رو دیگه شروع میکنین که براتون پرسود هستش و پایانی داره که
حس پادشاه، حس قدرتمندی و حتی پادشاه چوب دست حس قدرتمند آتیشه، یا گرمی و صمیمیت و قدرت و بزرگمنشی برای شروع کار. یعنی شروع کار جدید داشته باشید، در نهایتش به موفقیت بزرگی میرسید با صمیمیت ها، شور و حال. یعنی سرد و خوش نیست این کار، مثل کار هنری بیشتر اینجا افتاده، چون خیلی پر از رنگ و شور و انرژیه. و اگه بازگشت به اون کار باشه خبر دارید و برمیگردید به اون جایگاهی که خودتون میخوان، یا جایگاه قبلتون رو دوست داشته باشید به همون جایگاه برمیگردید. اگه که نه ترفیع حتما دارین. اگه که سر کاری هستین و برای اون کار نیت دارین، یه شروع جدیدی توی اون کار داره که مثل همون روز رستاخیز که قراره همه زنده بشن، یه تحول جدیدی دارین که خیلی هم سریعه، ولی این کار نشون دهنده تصمیمات عجولانه است. پس سعی کنید تصمیمات عجولانه نگیرین که باعث تنش بشه. مجدد عرض میکنم با آرامش و فکر جلو برید تا در نهایت شما عزیزانم ترفیع مقام و اون جایگاهی که دوست داشته باشین و بهش برسید. تفسیر احساسی این کارت ها برای عنصر خاک. باز کارت رستاخیز برای افرادی که میخوان وارد رابطه جدید بشن، منتظر یه شخص جدیدن. باید بگم که زندگی احساسیشون از این رو به اون رو میشه و یه فردی با خصوصیات شوالیه چوب دست با عجله به سمتشون میاد. این شخص میتونه برای عنصر آتش باشه، فروردین، آذر و عنصر آتش، بله فروردین و آذر و مرداد میتونه باشه. البته میتونه عنصرهای دیگه هم باشه، ولی خب عنصر آتش رو بیشتر نشون داده که با عجله به سمت دور میاد. این فرد خیلی جذابه از نظر استایلی، قیافه‌ای و توی جمع نفر اوله، توجه همه رو به سمت خودش جلب میکنه و در نهایت آروم، مقتدر و تصمیمای درست بگیره، چون اصولا کارت شوالیه، کارت توی تفسیر قبلی هم گفتم کارت تصمیمات عجولانه است، ولی در نهایت اینطوری میشه تفسیر کرد که خیلی با شتاب سمتتون میاد و قدرت تصمیم گیری بالایی داره اون شخصی که قراره باش وارد رابطه بشین. برای کراشی‌های عزیز یه تغییر و تحولاتی پیش میاد که یا کراشتون از اون شخص برداشته میشه و روی یه شخص جدیدی گذاشته میشه، یا اگه کراشتون عنصر آتیشه میتونه هاتون نباشه. کلا برای کراش‌های عزیز تغییر و تحولات بزرگی دیده میشه و کراششون تا یه وعده معمولی ولی نسبتاً به دور نزدیک تره سمتشون میاد، خیلی با شتاب میاد، خیلی یعنی با یه حالت دستپاچگی که اون دستپاچگی رو شما میتونین ببینینش، بیشتر به صورت تماس و پیام افتاده و در نهایت با کراشتون میتونین ارتباط فوق‌العاده‌ای داشته باشین. ارتباط شما یه ارتباط قدرتمند میشه که خیلی حسودیشون میشه. در کنار هم میتونین به قدرت و پایداری برسید. برای بازگشتی یا کسایی که نیت بازگشت دارن، بازگشت وجود داره، تا 99% بازگشت وجود داره. خب اون 1% برای اون مبحث هیچ محال نیست میذاریم، وگرنه اینجا بازگشت کاملا دیده میشه. ولی خب ما میگیم 99% بازگشت داره، رابطه
تغییرات تحولات داره، اون شخص عوض شده، اونجوری که شما میخواین با عجله به سمتتون میاد و اینکه میتونین ارتباط پایداری یا باهاش داشته باشین، ولی باز اون ارتباط بازگشتی شما خیلی بستگی به رفتار خودتون داره، چون اون شخص تلاش کرده برای شما که تغییر و تحول توی خودش، توی شخصیت خودش و اطرافش ایجاد کنه و موقعیت رو برای شما بهتر کنه. از شما انتظارات زیادی میتونه داشته باشه. پس شما هم یکم راه بیاین و انتظاراتش رو بشناسین که این فرد مناسب شما هست. خب برای عنصر بادی های عزیزمون نیت میکنیم. عنصر بادی ها قراره توی تیر ماه چه اتفاقات براشون پیش بیاد و چطور پیش بره. عنصر باد خیلی عمالی. خب کارت پادشاه سکه برای عنصر بادی های عزیزمون افتاده. از نظر کاری مالی توی این ماه شما عنصر بادی ها فوق‌العاده پیشرفت دارید، به دستاوردهای خیلی بزرگی میرسین که به خودتون میبارین. البته باید حتما نظم رو رعایت کنید و کلا با نظم و احتیاط پیش برید، چون خیلی تاکید داره توی رعایت نظم و برنامه‌ریزی. ولی در کل از نظر کاری مالی شما فراوانی زیادی دارید با کارت پادشاه سکه. به نظر من برای اشخاصی میتونه ترفیع مقام باشه، یه تعداد تقریبا محدودی ترفیع مقام داریم که این مقام خیلی بزرگه و یه مقامی مثل مدیریته که بتونید بقیه رو کنترل کنید. کنترل اوضاع به دست شما میافته و تا اینکه میگه اوضاع خودتون رو کنترل کنید تا به فراوانی برسید. کارت 10 جام توی معنی کاری مالی میتونه رسیدن به یه رفاه باشه. اگه وسیله‌ای یا مدت‌ها بوده که توی نظرتونه که میخواستید بخرید، هزینه‌اش براتون زیاد بوده نداشتید، توی این ماه میتونید بخرینش، البته باز با تلاش، ولی براتون فراهم میشه. یه پولی از یه جایی بهتون میرسه که مبلغش تقریبا، یعنی برای شما قابل موجهه، قابل توجهه. الان چون مبلغش قابل توجهه براتون و حتی اشخاصی که میخواستن ازدواج کنن، عروسی بگیرن، عقد بگیرن یا خونه بگیرن، توی این ماه راه براشون بازه و میتونن این کار انجام بدن و خیلی هم خوب دیده میشه انجامش. پس اگه پولی به دستتون رسید حتما برای ازدواج، خونه و اینا یا اولویتتون باشه، خیلی زود اقدام کنید توی این ماه که خیلی 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 خوشیومه براتون و زندگی شما مثل ستاره میتونه بدرخشه و رشد داشته باشه. البته طبق رشدی میدرخشه و در نهایت توی کارتون اونقدر موفق میشید که به بقیه کمک میکنید و در کل توی این ماه اونقدر انرژی مثبت دارید که این انرژی رو به اطرافیانتون هم منتقل میکنید و حس و حال خوبا توی اونها هم ایجاد میکنید. و دیگه اصلا این چینش کارت ها خیلی خوبه برای کار، البته برای احساسی هم همینطور، ولی برای شروع کار، ادامه دادن کار، هر کاری که میخوای انجام بدین توی این ماه خوبه و عجله کنید براش، البته با برنامه ریزی. و ممکنه که اگه قرار باشه بی‌نظمی کنین، کاراتون از روالش خارج بشه، ولی با قرار گرفتن کارت 10 جام، عذر میخوام، وسط کارت ها اینه که اگه با نظم پیش برین، یه روال رنگی به شور و نشاط ها موفقیت زیادی میرسید که این موفقیت خیلی شادی آوره براتون. و تفسیر این کارت ها از نظر احساسی برای عنصر باد، شخص
شخص احساسی شما از خودتون از نظر مالی یا سنی بزرگتره یا یک کدوم از اینا اگه که هست شما ازدواج دارید، میتونین به همخونه شدن و ازدواج و بچه دار شدن فکر کنین که توی نظر اون شخص هم همچین چیزی هست و به نظر من که به بچه داشتن با شما فکر میکنه. برای دوستان کراش دارن، کراششون یکم مغروره و بیشتر به فکر کار کردنه و البته این شخص میتونه حتی شخصیت طلایی داشته باشه که شخصیت طلایی توی روانشناسی رنگ بیشتر به شخصیت های نظامی میخوره. نمیگم صرفا نظامیه، نظامی ها شخصیت طلایی دارن، اینطور بگم بهتره. این شخص خیلی منظمه، با برنامه ریزی پیش میره و تا به موفقیت نرسه ولکن ماجرا نیست. پس به نظر من که به شما پیشنهاد میده میتونه متولد عنصر آتش هم باشه که اگه متولد عنصر آتش باشه این شخص مغرور که هست ولی اونقدر ساکت و آروم و منطقی نیست. گاهی اوقات با نظم پیش میره و حتما کاری که شروع میکنه پیگیری میکنه و به نتیجه میرسونه، ولی گاهی اوقات ممکنه روی برنامه پیش نره، یکم هیجانی یا پرتنش رفتار کنه. افرادی که برای بازگشت نیت دارن، بازگشت با یک کوچولو تأخیر پیش میاد. وعده 2 تا وعده 1 به ما داده، توی وعده 1 بازگشت هست ولی ممکنه این 1 بین یه وعده تقریبا دور و یه وعده دور طول بکشه و خب توی تاریخ‌های 1 یا ساعت‌های 1 این برگشت صورت بگیره و میرسید باهاش به اون چیزی که میخوایم برسیم. دیگه چی میمونه؟ ارتباط، گراش و بازگشت. گفتم همش. عنصر آبی های زیبا نیت کنه برای تیر ماه. برای عنصر آب چی در پیش رو داریم، چه اتفاقات قراره بیفته و چطوری پیش بریم. عنصر آب کارت شوالیه جام هم عنصر خود عنصر آبی است. توی تفسیر کاریمالی شوالیه جام به معنای خیال پردازی کاریه. البته کلا معنی خیال پردازی میده. ممکنه شما راجع به یه ایده‌ای خیال پردازی دارید، یکم دمدمی مزاج عمل میکنین که به شما پیشنهاد میکنه تاروت صحبت بیشتری داشته باشید به جای خیال پردازی و فکر زیاد، چون عنصر آبی ها بیشتر از هر عنصر دیگه‌ای فکری‌اند. در مورد اتفاقای افتاده و نیفتاده همه چیز زیاد فکر میکنن و توصیه من به شما اینه که از چیزی که میترسید اتفاق نمیفته، اینقدر منفی باف نباشید. ولی خب این کارت منفی بافی نیست، کارت متزلزل بودنه که خیلی خیلی زیاد راجع به کاری که میخواین انجام بدین و ایده‌ای که دارین فکر میکنین. این کار بهتون پیشنهاد میکنه فکر کردن رو کنار بذارین و اون کار را عملی کنین که اون کار باعث شادی یا نشاط توی شما میشه، مثل یه هدیه‌ایه که به خودتون میدین و باعث خوشحالی اطرافیانتون هم میشین. به نظر من که شروع این کار حالت روحی شما رو هم تسکین میده و آروم میکنه و به موفقیت فوق‌العاده‌ای میرسید. کارت ستاره که تفسیرش کاملا واضحه، ایجاد تعادل اولین چیزیه که بهش میرسید. تعادل مالی، مثلا دیگه از نظر مالی اونقدر کم نمیاری، براتون سودآوره، دخل و خرجتون به هم میخوره با شروع این کار، میتونید به پول زیادی برسید. این کار یه
از دغدغه ها و فکرهای بی خودی داره براتون. خیلی دارین خودتون اذیت میکنین. هر چی که هست، هر کاری که دارید، کاری دیگه این منظورمه کنارش بذارید و اون کاری که راجبش ایده پردازی میکنین، فکر میکنین و ازش میترسین 100% انجامش بدین، چون به یه رهایی ذهن میرسید، به تعادل مالی میرسید، به تعادل روانی و روحی و مثل یه ستاره میدرخشید. این کارت فوق‌العاده‌ایه. شما توی کارتون موفق میشید. و نکته‌ای که داره، ممکنه توی مدت زمان کوتاهی باعث آشفتگی بشه براتون، کارتون درست پیش نره، بازار کساد بشه یا پولی به کسی قرض بدید تیمتون بر نگردونه، یا اگه قضیه شراکته، شریکتون یکم کنتاک پیدا میکنین که از شراکت خارج میشین و این خارج شدن از شراکت به نفع شماست. اون کار شما از دست نمیگیرین، فقط برای مدت کوتاهی از تعادل خارج میشه و یکم براتون آشوب و آشفتگی ذهنی درست میکنه، ولی شما باید خودتون رو محکم مثل همیشه حفظ کنید. و در نهایت این آشفتگی، کم آوردن پول، نتیجه ندادن کار کاملا موقته و خیلی خیلی کوتاه مدت، سریعا ریکاوری میشه با خواست شما. و در کل شما توی این کار مثل ستاره میدرخشید. اگر کاری از قبله، همونطوری که برای عنصر آتش فکر میکنم گفته بودم، میخواین برگردین به اون کار، نه عنصر خاک، میخواین برگردین به اون کار، برگشتش خوبه، توی اون مدت زمانم میدرخشین، ولی پایان خوبی نداره. پس اون کاری که مد نظرتونه، کاری که یه بار براش تست دادین یا قبلا توی اون کار بودین و گفتن نه یا اینا، ولی هنوز ذهن شما درگیرشه، رو رها کنین. به نفع شما نیست آخرش. شاید اولش خوب پیش بره، خوب جلو بیان، ولی به نفع شما نیست قبول کردنش. رهاش کنین و به فکر یه ایده جدید باشین که ایده شماست که توی این ماه شما را مثل یه ستاره میدرخشونه. از دید احساسی، شخصی که شما باهاش در ارتباط هستید میتونه از عنصر آب باشه. منظورم شخصیه که قراره توی زندگیتون بیاد، میتونه عنصر آبی باشه. شخصی که باهاش در ارتباط هستید دمدمی مزاج یکم، ولی خیلی آرومه، مثل شوالیه، شجاعه و شوالیه جام که شوالیه عشقه، با جام عشقش پیش شما هست. این فرد خیانتکار نیست و کلاً ارتباطش با شما رو خیلی دوست داره، شما رو همه چی تموم میبینه که توی همرده های خودتون میگه شما نفر اولی، اولویت اولین و هم سن و ساله خودتون، هم تریپ های خودتون، هم موقعیت های خودتون، میگه بین اونا تویی که میدرخشی در یه من. و ممکنه که یه بحثی دعوایی بشه، یه کاتی موقت که بازم میگم کوتاه مدت و برگشت داره. شما از بحث دوری کنین، چون این شخص ممکنه یکم توی این ماه دمدمی مزاج شده باشه یا اینکه کلا دمدمی مزاج باشه. خیلی سر به سرش نذارین، چون یه سری فکرای و تنشایی برای خودش داره که نمیخواد شما رو درگیر کنه. فردی که میخواین وارد رابطه بشه و شناخته روش ندارید، ارتباط جدید، یه شخص عاشق پیشه به سمتتون میاد، خیلی آروم، ولی یکم دچار شکه که با خوشرویی شما و گرم گرفتن بیش از حد، یکم خوش برخورد بودن و خوشرویی شما میتونه به یه رابطه فوق‌العاده عالی که از نورش اطراف رو روشن کنه و حتی به ارتباط اطرافیان هم کمک کنه میرسید. توی این ارتباط از بحث دوری کنید که جدایی میاره و ممکنه که چون توی مدت زمان کوتاهی از آشنایی شما میگذره، این کاتی باعث جدایی کامل باشه، یا اینکه اگه بحث داشته باشید، یا اینکه اون بحثی که دارید فوق‌العاده روی روحیه شما
واقعا عاشق پیش است. و برای کراش شما، چیزی که من دارم میبینم، بهتره که بگی اون شخص روی شما کراشه. فوق‌العاده از ظاهر شما خوشش اومده، از تریپتون، قیافه، هیکل، شما رو همه چی تمام میبینه. میگه توی شب من تویی که میدرخشی. پس یعنی اینکه فکرهای شبانه در مورد شما داره. یه قبل شنیدین که میگن با فکر تو خوابیدم، با فکر تو بیدار شدم، یه همچین حالتی داره. خیلی ذهنش درگیر شماست، اونقدر که آشفتش کرده، خستش کرده، میخواد بیاد سمتتون. یکم به خاطر تزلزل خودش یکم شک داره، دو دله که بیاد یا نیاد. این دو دلی دیوونش کرده دیگه، واقعا خستش کرده. ولی در نهایت سمت شما میاد و این مناسب شما هست. و باز هم میگم از بحث جلوگیری کنید. برای بازگشت، شخص احساسی شما بازگشت داره و خیلی متین و آروم به سمتتون برمیگرده، شما رو خوشحال میکنه و به شما میگه که چقدر براش مهمین و نبوده شما چقدر براش سخت بوده و بهش فرصت بدین، چون الان خودش اصلا توی شرایط خوبی نیست که 60% این شرایط مربوط به دغدغه‌های ذهنیش راجع به شما میشه که فکر میکنه رقیب داره با یه نفر دیگه میره یا شما فراموشش کردین، خیلی حالشو بد کرده. رو به راه که شد حتما به سمتتون میاد و شما ستاره های اقبال هم میشید. اینم از تفسیر فال تیر ماه برای 4 عنصر.